یک نمونه ای که برادرمون از خاش بهش اشاره کردن که ما کلیپای اینا رو ما زیاد داریم، حتی کلیپایی که از ما پخش میکنن که آهای فلانی دروغ گفته، فلان گفته. من اینا دارم اینجا، هر موقعی که یکی از اینا زنگ بزنه در مورد این چیزا صحبت بکنه همون لحظه ان شاءالله پخش میکنم، چون ارزش اینو نداره که وقت برنامه گرفته بشه. در صورت خیلی جالب است، چون قضیه امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه است. من در هفته گذشته در رد این آخوند مطلبی رو ذکر کردم، جوابی بود به آخوند ابوالقاسمی. بعد ایشون هم اومد و کلیپ من رو پخش کرد و جواب داد. آقای رضایی، آقای حسینی، آقای روشن، همه کسایی که هستید، ندای طالب، ندای شیعه، هر کسی که هستید، به عنوان یک انسان منصف، ما وقتی که بحث میکنیم با اینا، کتاباشون رو میاریم یا اسکن شده یا اصل کتاب. مثلا یک موضوعی است من میخوام امشب بهش اشاره بکنم، اینجا کتاب کافی است مثلا. هیچ وقت، امروز اتفاقا قبل از برنامه داشتیم با حضرت مولانا صحبت میکردیم، مولانا عبدالقدوس دهخان، یعنی تاکید بر این بود که هیچ وقت ما نباید بیایم مسائلی رو که بدون اینکه 100% از کتاب‌ها تاکید بکنیم بیان بکنیم، و این روش ایشون بوده، روش ما بوده همیشه. به خاطر همین وقتی در رد شیعه از زمان تأسیس شبکه تا الان یک مطلب از کتب وهابیا یا سنیا یا هر چی که شما اسم میخواید بگذارید بر علیه شیعه نوشتن، ما از اون کتابا نقل نکردیم. همیشه رفتیم مطلب رو از کتابای خود شیعه نقل کردیم، و اگر مصدری هم از مصادر اهل سنت ذکر کردیم، از نرم افزارهای خود اونا استفاده کردیم که فردا نگن که والله این مطلب هست یا نیست یا فلان یا علان. ایشون اومد گفت که غیر از شما سلفی و وهابیا، همه شیعیان و اهل سنت اسما و صفات را تعویل میکنن. خب ما در مقام رد اومدیم از کتب عقاید احناف، خاصتا فقه اکبر که بیانگر عقیده امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه است، رد ایشون رو دادیم. الان دقت بکنید شما عزیزان که جواب ایشون بر ما، بعد از اینکه میاد فحش میده، توهین میکنه، الفاظ زشت و رکیک استفاده میکنه که من الفاظ زشت و رکیک رو هیچی نمیگم خودم، فقط جواب آخوندها رو در جواب ایشون میگذارم، اونم در مورد خود ابوالقاسمی، در مورد ولی فقیهشون، رهبر معظم انقلابشون. و ببینید که رد علمی این آقا، یعنی حجت الاسلام است، 200 تا کارشناس هم دارن، رفته یک وبسایتی رو تو اینترنت و ایشون سابقه دارن در دروغگویی و سایت درست کردن و ضد قضیه جهاد نکاح و تهمتی که به شیخ عریفی زد و من در همون موقع کلیپشو پخش کردم. سابقه است، یعنی در تقریبا شاید 2-3 سال قبل باشه. ایشون سابقه داره در این چیزا و شاگرد قزوینیه دیگه. ببینید الان جواب ایشون چی است. بعضی کلیپ من رو پخش کردن و من کتاب نشون دادم، ایشون چه جواب میده. اما این راجع به چی؟ اصل کتاب ابن ابوالعز. خب حالا بریم استناد کرد به یک کتاب دیگه، گفت آقای ابو حنیفه در کتاب فقه الاکبر. کلیپ بعدی با هم ببینیم. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم. کاش آقای عبدالقدوس دهقان در اون 20 سوالی که می‌خواست پاسخ بده حداقل تقلب می‌کرد، 25 صدم بهش داده میشد، ولی این کارم نکرد. بینندگان عزیزم خودشون شروع کردن این قضیه رو، ولی حالا می‌بینیم که خودشون دارن کنار میکشن. ایرادی نداره، ما که ولکن این قضایا نیستیم. در موضوع توحید همچنان ما کارمون رو ادامه میدیم. منتظر باشید، برنامه دیگه هم هست.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. در ادامه این کلیپی که از استاد عباسمی پخش کردن، در کمال ناامیدی این یک تیکه کلیپ رو از استاد عباسمی پخش کردن که جواب بدن. ببینیم قسمت بعدی همه بحث ما رو ول کرده ها. بله. هم یه دیگه جمع گرفته. حالا همینا ببینیم چه کار کردن. ادامه نقدشون رو با هم دیگه ببینیم. ببینید بینندگان از صادقانه کلیپ رو داریم براتون پخش می‌کنیم چه نقدی کردن و بعد ان شاء الله استاد عباسمی در موردش توضیح میده. ببینیم کلیپ بعدی رو. در میاد این معنی درست در نمیاد. پس تعویل ید به قدرت این باطل است. این عقیده شیعیان و منکرین صفات الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی دست داره، اما دستی که لایق عزت و جلال خودش باشه، نه این دستی که متعارفی که من و تو میشناسیم در این دنیا. بعد دلیل دوم، والارض جمیعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه. زمین پیچیده شده است در قبضه، در مشت الله سبحانه و تعالی در روز قیامت. و السماوات مطویات، و همه آسمان ها پیچیده شده در دست راست الله سبحانه و تعالی. اما این دستی است که شایان قدر و جلال و عظمت و مکانت الله سبحانه و تعالی است که ما هیچ وقت با دست خودمون تشبیه نمی کنیم. در مورد وجه، کل شیء هالک الا وجهه، در مورد الله سبحانه و تعالی همه چیز نابود شده نیست مگر وجه الله سبحانه و تعالی. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و آنچه که باقی میمانه وجه پروردگار ذو الجلال و اکرام تو است. در مورد نفس، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، بار الله من آنچه در نفس خودم هست میدانم و آنچه در نفس تو هست نمیدانم. و قال تعالی كتب ربكم على نفسه الرحمه، الله سبحانه و تعالی بر نفس خود رحمت را نوشته است. این مطلبی بود که در اینجا خدمت شما عزیزان از کتاب شرح عقیده طحاوی نشون دادم. حالا شاید بگید متن چرا نشون ندادید، شرح چرا نشون دادید؟ خب این شرح به اصطلاح تفسیر امان متن است، اما ضربه کوبنده بر فرق حجت الاسلام ابوالقاسمی، این دروغگوی مکار، شاگرد چوپان دروغگو، که همین مطلب رو دوستان از کتاب فقه اکبر آوردن. کتاب فقه اکبر کتابی است در عقیده از امام اعظم ابی حنیفه نعمان بن ثابت الکوفی رضی الله عنه. این کتاب هم در سال 1342، یعنی چیز تقریبا حدود چه گفت 100 سال کمتر پیش چاپ شده. این چاپی که ما داریم در صفحه 6 در مورد همین قضیه ببینید که چقدر واضح و آشکار امام اعظم رضی الله تعالی عنه میگه وله ید و وجه و نفس، الله دست داره، وجه داره، نفس داره. کما ذکر الله تعالی فی القرآن، چنانچه که الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده. فما ذکر الله تعالی فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا کیف. آنچه که الله سبحانه و تعالی از صفات الله سبحانه، مثال ید و نفس و وجه، این چیزا در قرآن ذکر کرده، این صفات الله است بلا کیف، کیفیتش معلوم نیست، داره این صفات رو، اما آنچه که شایسته ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است. ولا یقال، ببینید اینجا میزنه امام حنیفه با مشت محکم به دهن قزوینی و ابوالقاسمی، این آخوندهای بیشور قم، که تهمت نزنید به اهل سنت، تهمت نزنید به مذهب حنفی، خجالت بکشید یک کمی. میگن ما شیعیان و اهل سنت تعویل میکنن. امام حنیفه در مورد تعویل چی میگه؟ ولا یقال ان یده قدرته او نعمته، نباید بگی که دست خدا قدرتش است یا نعمتش است، لان فیه ابطال الصفه، چون در این تعبیل ابطال صفت الله سبحانه و تعالی است. و هو یقول اهل القدر والاعتزال ولكن یده صفته بلا کیف، ولكن دست الله سبحانه و تعالی صفت الله سبحانه و تعالی است که شایسته ذات اقدس الهی است. بله، هم ادبیات این آقایون رو دیدید، ادبشون رو دیدید، آنچه که آموختن و آنچه که دارن این وهابی ها تحویل دیگران میدن رو دیدید، و هم استدلالشون رو شنیدید. به کتاب فقه الاکبر استناد کردن و گفتند
جناب ابو حنیفه در آنجا تعویل صفاتی مثل ید و اینها رو جایز ندونسته و گفته این میشه ابطال صفت. در این خصوص استاد حسین توضیح بفرمایید. این خنده ها واقعا یعنی نشان دهنده افلاس و بدبختی است. واقعا داره بیچاره یعنی در ظاهر به زور داره میخنده تا اون سوزشی رو که بهش رسیده اون رو پنهان بکنه. به هر صورت باید هم بخنده به حال قزوینی، به حال خودش که یعنی درهای جهنم رو برای خودشون باز کردن. من نمیدونم چرا این، یعنی اگر وهابی ها رو بخوای نابود بکنی، یکی دو تا دیگه مثل همین آقا بهشون اضافه بکنی، یه هفته خود به خود نابود میشن. اومده میگه کتاب الفقه الاکبر برای امام ابی حنیفه است. خب شما اصلا در انتساب این کتاب به آقای ابو حنیفه بررسی کردی یا نه؟ ببینین کتاب رو خود حنفی‌ها چقدر قبول دارن برای امامش اعظم اهل سنت ابو حنیفه است یا خیر؟ من یه سایت نشون میدم، شبکه روض الریاحین یا روض الریاحین. دیدید بینندگان عزیز، ما کتاب آوردیم میگه شما ثابت بکنید انتساب این کتاب رو به امام ابو حنیفه. حالا بالفرض محال شما که مشکلتون با وهابیت بود، با اهل سنت، با حنفی‌ها که مشکل ندارید، این ادعا میکردن، نه اینجا ثابت میشه که نه، شما با همه مشکل دارید، با حنفی هم مشکل دارید، با همین حنفیای اهل سنت ایران که در زاهدان و خراسان اینجا زندگی میکنن، با اینا مشکل دارید. چون اگر مشکل نمیداشتید که این کتاب که تعریف الان که نیست، از عمر این کتاب تقریبا 1300 سال شاید بگذره، 1200-300 سال میگذره. خب این کتاب تالیف محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه که نیست. یا باید بگید که در اون موقع وهابیت وجود داشته یا امام اعظم یا شاگردانش وهابی بودن، چون این کتاب رو نوشتن بر مبنایی که اهل سنت همشون متفق هستن. 4 مذهب اهل سنت در این قضیه متفق هستن با هم دیگه. من وقتی این خنده اینو دیدم و گفت که با این الفاظ قلم به سرم بکالا میخواد، گفتم خدای من این چیکار میخواد بکنه؟ حتما یه 10 تا کتابی مثل ما که کتاب میاریم اینجا، این کافی، این بهارالامانی فلان. بدبخت بیچاره مفلس، یعنی مفلس به این میگن، رفته روی یک سایت اینترنتی 4 تا گمراه مثل خودش به اسم اهل سنت. چقدر اینا تو همین زاهدان شبکه تلویزیونی دارن به عنوان شبکه استانی که صبح تا شام بر ضد اهل سنت زاهدان داره فعالیت میکنه. روزنامه ها دارن بر ضد اهل سنت داره فعالیت میکنه. سایت ها زدن به نام اهل سنت بر ضد اهل سنت دارن فعالیت میکنن. ما به این کار نداریم که این سایت که آقا جان کتاب بیارید نشون بدید، بیاید یک کتاب، بیاید 4 نفر از احناف، از علمای بزرگ احناف بیاید بگید که گفته باشن که این کتاب از امام ابو حنیفه نیست یا این عقیده امام ابو حنیفه نیست. بالفرض محال آقا این کتاب از امام ابو حنیفه نیست، از شاگردش است. شاگرد چیکار کرده؟ عقیده امام رو در مذهب حنفی بیان کرده. عقیده امام ابو حنیفه رو در این کتاب طبق مذهب حنفی بیان کرده. از شاگردش میگید نیست، از شاگردش، از شاگردش. این عقیده احناف هست یا نیست؟ هست. عقیده امام اعظم رضی الله تعالی عنه بوده یا نبوده؟ بوده. بدبختی بیچاره بابا، کودن بی سواد، رفتی سراغ سایت. در کدوم بحث علمی کسی بخواد یک مطلبی رو ثابت بکنه میره رو اینترنت یک سایت رو میاره ثابت میکنه که والله انتساب این کتاب به ابو حنیفه ثابت نشده است؟ والله اگر 4 تا آخوند مثل تو و استاد در شبکه ولایت چند سال دیگه هم فعالیت بکنن، فاتحه هر چه شیعه است در دنیا خونده میشه. الحمدلله خوانده شده. الان در ظرف 1 هفته بعد از همون تماسی که ما به شبکه ولایت گرفتیم و شما وصل نکردید و ترسیدید از دروغی که قزوینی گفته بود، تعداد کسانی که اعلان هدایت کردن از 50 نفر میگذره. از شیعیان متعصب اومدن اعلان هدایت کردن، چه طریق پیامگیر چه طریق تلفن رابطه عمومی.
و چه از طریق برنامه زنده. 4 تا مثل ابوالقاسمی و یزدانی و قزوینی باشن، فاتحه این مذهب خونده میشه به اذن الله تعالی، برمیگرده پیش عبدالله ابن سبع یهودی. الان جواب این آقا رو ببینید، رفته از کجا؟ از سایت اینترنتی میخواد پاسخ یک کتابی رو بده که در یک مذهب به عنوان در دارالعلوم زاهدان، در مدارس احناف، در مدارس اهل سنت این کتاب به عنوان عقیده حنفی تدریس میشه، به عنوان عقیده امام ابو حنیفه تدریس میشه. آقا رفته سراغ یک سایت اینترنتی، حالا ببینید که جوابش از سایت اینترنتی. آنچه که در این سایت نوشته، این عقیده 4 تا صوفی مزخرف، 4 تا گمراه، ربطی هم به امام ابو حنیفه نداره. اما جالب است که آخوند میره از یک سایت اینترنتی جواب میده. این جایی است که اهل سنت ماتوریدی و اشعری حنفی غالبا در اونجا جمع هستن، خیلیشون هم شافعی هم زیادن. اصلا عنوان رو ببینید، درء الشبه سخیفه عن الامام ابی حنیفه. اصلا این شبهات خنده داره. وقتی یه حنفی این عبارت رو میبینه خندش میگیره. شبهه چیه؟ میگه یه سلفی اومده به من گفته امام اعظم همین حرفا که آقا گفته در مورد خدا گفته دست خدا تعویل نکرده. بعد جواب داده، میاد قشنگ همون عبارتی که شون خونده که خدا دست داره رو مطرح میکنه، بعد میاد جواب میده. میگه اولا کتاب الفقه الاکبر لا یصح نسبته الی ابی حنیفه به ای حال. اصلا نسبتش قطعا درست نیست. چرا؟ 2 سند داره. در سند اول ابی مطیع اومده که ضعیفه. سند دوم هم محمد ابن مقاتل آمده که ابو مطیع اومده، ابو مطیع بلخی که ضعیفه. شاگرد ابو حنیفه هست یا نیست؟ مردسی اینو بگو. ضعیف است در چی؟ در حدیث؟ چه ربطی داره؟ طرف دکتر است در جراحی قلب، جاهل است در جراحی استخوان. این تخصص است. طرف ممتاز است، شاگرد اول است در تلاوت قرآن، عالم تفسیر قرآن است، ثقه است در علوم حدیث، ضعیف است. انسان که جامع الکمالات نمیشه. این تلبیسی است که اینها میکنن بیننده رو. ببینید ضعیف است. در چه ضعیف است؟ در حدیث ضعیف است. طرف در عقیده این مطلب رو نقل کرده از امام اعظم. چه ربطی داره که این ما بگیم که چون در حدیث ضعیف است ما این کتابش رو قبول نمی کنیم؟ این چه منطقی است؟ طرف مهندس است اما از مسائل پزشکی هیچ اطلاعی نداره. میگن آقای مثلا ابوالقاسمی آخوند است اما در رد شبهات اهل سنت جاهل است. خب تو آخوند هستی در مذهب شیعه هستی، در مذهب شیعه هم آخوند نیستی، نه این فهمی نمیشه اما ما رو چطور سر شما میگذارن. علی کل حال طرف مهندس است در کار ساختمانی اما از پزشکی هیچی سر در نمیاره. این چه ربطی داره که شما بگیم چون که پزشک نیست ایشون ما هندسه هم قبول نکنیم از ایشون؟ نه، این ربطی نداره به این قضیه. الان این طرف این مطالب رو آورده در یک سایتی و این آقا رفته از این سایت داره نقل میکنه جواب میده. بخندید بینندگان به حال به افلاس این شبکه. از آسمان به زمین بیفتم برای من بهتره که محمد ابن مقاتل روایت نقل بکنم. حتی یک مثلا کتاب از اساسش برای آقای ابو حنیفه معلوم باشه. خب یک جوابی داد البته سراس نیست. گفت این کتاب حدودا 100 سال پیش چاپ شده. گفت امام اعظم ابو حنیفه مشت محکمی به دهان شما وهابی‌ها این اهل سنت حنفی زدن. مردی همین رو پخش کن جواب بده. نسبت این کتاب رو به ابو حنیفه ثابت بکن. اون کتاب رو اون 4 تا اشکال که مطرح کردیم 5 اشکال که مطرح کردیم جواب بده. آقای محترم، یعنی می‌بخشید آقای نامحترم، شما مشکلتون با این عقیده احناف و امام اعظم رضی الله تعالی عنه است یا با کتاب انتساب کتاب به امام ابو حنیفه؟ شما مشکلتون با اسلام است، با مسلمان هاست، با عموم اهل سنت است. الان من اینجا یک نکته رو بیان بکنم.
ما در این شبکه چی میگیم؟ آقا این که حنفی است، سلفی است، شافعی است، مالکی است، حنبلی است، هر کسی که است، این اعتقادشون مشترک است. این آقا میاد میگه نه، کی گفته؟ این حنفی اینطوری میگه، این کتاب، این از یک سایت اینترنتی برای شما دلیل میاره که این کتاب منسوب به امام ابو حنیفه نیست. بخندید، کف بزنید برای حجت الاسلام ابوالقاسمی. واقعا میتونی جرأت بدی از بخش اینا رو جواب بده؟ بعدش هم میگه اهل سنت اعتقاد دارن خدا دست داره. چیه؟ اصلا همین کتابی که خودت آوردی، برای اینکه ما یه مقداری واضح در بشه، یه عبارتیه تو صفحه خطیش، ببخشید اینو اشتباه آوردم، این نیستش، در کجا ذخیره‌اش کردم؟ بله اینجاست. کتاب ببینیم چه همون کتابی خودش همون نشون کتابی داده. که نشون داد، همون کتاب. چون میگه خدا دست داره دیگه. آره آیه میم الف میگه و کل شیء ذکره العلماء بالفارسیه، صفحه 12 این کتاب، همه چیزی که علما به فارسی گفتن فجائز القول به، میشه قبولش کرد، اما دست داری ما دیگه نمیتونیم قبول بکنیم. سه ولیت بالفارسیه. پاورقی فلا یجوز للرجل ان یقول، دست خدا جایز نیست بگی دست خدا. همون کتابی، به قول خود همون کتابی هم که شما نسبت دادید به امام اعظم ابو حنیفه، همون کتابی دست خدا نباید بگی. باز دوباره میاد میگه ولیس قرب الله تعالی ولا بعده من طریق طول المسافه، نزدیکی و دوری از خدا. میگه خدا نزدیک، مسافت نیستشا، اینو باید تعویل بکنی. همینجا میگه ولکن علی معنی الکرامت و الهوان، قرب و بعد رو تعویل میکنه. همین هم شما قبول نداری، همینجا تعویل کرده خودش. اگر بگی بالا گفته تعویل نکن، پایین خودش تعویل کرده، این تناقض میشه. ببینید تلبیس، این قضیه اونجا وجه و ید و اینا بود، اینجا قضیه قرب و بعد است. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه که ما نزدیک هستیم به شما و نحن اقرب الیه من حبل الورید، این به این نیست که الله سبحانه و تعالی اینجا آمده علیاذ بالله به گردن من چسبیده. این در تفسیر بعضی از معانی قرب و بعد است که کله خام این آخونده به این مسائل باز نمیشه. خلاصه حالا من اینجا گفتن که به فارسی، خب شاید بعضی علما نظرشون این باشه که امین و یعنی واقعا حرف درستی است، این که ما نباید بگیم که مثلا ید الله، بگیم دست خدای. چون ببینید کلمات در عربی وقتی ما میایم ترجمه میکنیم به یک کلمه، اون معنی دقیق عربی رو نمیده. مثلا کلمه حمد، یکی بیاد بگه سپاس خدایی را، الحمدلله رب العالمین، سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان است. کلمه سپاس ترجمه کلمه حمد نیست. چرا؟ ما سپاس رو در فارسی وقتی استفاده میکنیم که کسی به ما خدمتی بکنه، نفعی برسانه، میگیم سپاس از شما، بعد سپاس از شما. اما حمد، اگر خدا به ما خیر و نعمتی داد، میگیم الحمدلله رب العالمین. اگر بر ما مصیبتی وارد کرد، میگیم الحمدلله رب العالمین. مؤمن در هر حالت حمد خدا رو میگه. کلمه حمد اگر ما بخوایم به فارسی تفسیرش بکنیم، یک صفحه و 2 صفحه براش کمه. شاید نظر بعضی از علما بر این باشه که همین کلمات، اصطلاحاتی که شرعی به عربی گفته شده به زبان دیگه ترجمه نشه، از جمله به فارسی. بنابر اما در مطلبی که ما نشون دادیم و کلیپش هم کامل پخش کردید، دیگه حرف واضح و آشکار است در اونجا که میگه که نباید بگیم که ید الله قدرتهی و نعمتهی، به خاطر اینکه این تعویل است. این حرف امام اعظم است که مثلا مشخصه ابو حنیفه ای که اینقدر معروفه به زیرکی، تو 2 خط بالا پایین تناقض بگه، واقعا میتونین قبول کنین؟ مشته یه جا دیگه خورد استاد. توی این کتاب حالا آقای حسینی صبر بکن، الان بعد این کلیپ تمام بشه چنان مشتی به یک جای دیگرتون اصابت بکنه که فغانتون تا آسمان هفتم برسه. فقط این کلیپو بذارید تموم بشه. راجع به لفظی بالقرآن مخلوقون مطرح شده که شما یه سری مناظره با آقای شریفی کردی، فاتحت رو خوند، نتونستی جواب بدی. حرفای اون که شما سلفی‌ها قبول ندارید.
بی حیایی هم تا این اندازه. بیش مناظره کرده با شریف، یعنی سبحان الله وقتی که آدم حرفای اینا رو میشنوه همون صدق میکنه حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر که خجالت حیا نمی کنی هر چی دلت میخواد بگو. آقای ابوالقاسمی اگر شرم و حیا نداری تو و استادت و شریفی و دار دستتون دولت هر چی دلتون میخواد بگید. و اصلا برای دوران بعد از امام اعظم شما ابو حنیفه است. اصلا این کتاب در دوران ابو حنیفه نوشته نشده. اینا چند تا بی سواد جمع کردن با دزدی از پولای آمولازات شبکه زدن. اینها اصلا در حد به اصطلاح جواب دادن نیستن. ولی ما چون که گفتیم اگر شبهه ظاهر علمی داشت خیلی هم توش فحش نبود، حالا این دیگه ذره فحش داده بود، فحش ناموسی که هر دفعه بر دهانش میاد و قطعا لایقش خودشه، که حالا یه کلمه که در مورد او این رد علمی بود. دیدید بینندگان عزیز، رد علمی آخوند بر ردی که ما به ادعای دروغین ایشون کرده بودیم و سه کتاب آوردیم مطلب، ردشون رفته بودن به یک سایت اینترنتی و از اونجا مطلبی رو نقل کرده بودن. حالا این قسمت کلیپ من خیلی روش حرف دارم، بینندگان ناراحت نشن، اهل سنت خواستن طرفداران مقام عظمای ولایت اینو میخوان. آقای محمد از یزد قبلا درخواست کرده بودن که ببینید ما به تک تک بینندگانمون احترام داریم، شیعه و سنی، کسایی که انسان‌های مؤدب باشن. ایشون در یک برنامه تماس گرفتن گفتن پخش نکنید این مطالبی که در مورد آقای خامنه‌ای میگن این شبکه‌ها مخالفین ایشون. ما به احترام آقای محمد از یزد، گرچه شیعه هست با ما مخالف است، ما با ایشون اختلاف شدید داریم در مسائل، اما درخواستشون رو قبول کردیم. من گفتم دیگه پخش نکنید، اما اینا دوست دارن چون که عمرشون گذشته در این مسائل، دوست دارن که این مطالب گفته بشه و پخش بشه. و امشب به جواب همین حرفایی که ابوالقاسمی زد من یک سری مطالبی هست که باید بگم. قطعا لایقش خودشه، که حالا یه کلمه‌ای که در مورد او قبلا به کار برده یکی از آقایون و از طرفداران خودش من به کار نمیبرم، اما یه صفتیه که در افغانستان یه مقدار رایج بود، مخصوصا در همون منطقه هرات بعضی جوونا رو آرایش میکنن. ایشون گفته قبلا اون کاره بوده، خودش میدونه، یا بیشتر باز نمیکنه، یا باز نمی، همین مقدار بسشه. به چه صورت؟ بله، لقبی که از دوستانش براش به کار برد و ما فقط اجمالاً میگیم گفته ایشون خودفروشه. حالا بنابراین اول گفت شرح ابن ابوالعز، شرح معلوم نیست برای خودش باشه، خود ابن ابوالعز حنفی نیستش، خود او از این اعتقاد برگشته و میگه من سلفی نیستم. کتابی که ازش آورده میگه چی؟ میگه از کتاب فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه. اصلا این کتاب معلوم نیست برای او باشه. ابن گفته سلفی نیستم یا حنفی نیستم، گفت من دیگه آخرام توبه میکنم سلفی نیستم. از سلفی بودن هم دورگش، پس اثبات میکنه که بله شاگرد ابن تیمیه هم بوده، شاگرد ابن تیمیه بوده، میگه از سلفی بودن توبه کردم، آخر عمرش از همین یکی نوشته توبه کرده. و کتاب فقه اعظم امام، فقه اکبر انتساب داره به امام اعظم ابو حنیفه، البته ناگفته نماند. کتاب فقه اکبر یه سری مطالبی توش هست، مطالبی هست که چون در دیگر کتب احناف زیاد آمده، میگن احتمال داره خیلی از اینها برای امام اعظم باشد، ولی کل کتاب رو به هیچ وجه نمیشود به آقای ابو حنیفه نسبت داد. تو همین کتابی هم که تو آوردی دست خدا رو حداقل قبول نداره و تو همین کتاب صفات تعویل کرده. حالا تو بگو السنت تعویل نمیکنن. دروغ میگه، همینجا دروغ میگه. گفته که به فارسی نباید بگی دست خدای، ربطی نداره. گفته این جمله رو یدالله نباید به فارسی ترجمه بشه. نظرشه، نظر شارع یا نظر کسی که این مطلب رو نوشته یا نظر امام ابو حنیفه یا هر کسی که باشه. بنا به دلایلی گفتن نباید این دست خدایی گفته بشه، به فارسی نباید ترجمه بشه. ربطی نداره که میگه که اونجا صریحاً آورده که نباید تعویل بشه به قدرت که شما میکنید، نباید تعویل بشه به نعمت که شما میکنید. صراحت داره. اون مطلبش مشترک است بین همه مذاهب اهل سنت، سلفی و شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی، همه. و اینجا گفته فقط گفته ترجمه نشه، یعنی
بدبختی این آخوند ببینید تا چه اندازه است. بگو اهل سنت میگن دست خدا، میگن خدا پا داره، میگن خدا چش داره. کدام سنی این حرف تو رو قبول میکنه؟ بعد شما گفتن تهمت میزنید به اهل سنت، میگید تعویل میکنن. آقای میم الف، اهل سنت عقل دارن. واقعا این صدق و هو کذاب، این رو راست گفته. اهل سنت عقل دارن، مثل تو که بیشور نیستن. اگر یه زمانی شما در یک روستایی می اومدید 1 سال 2 سال با مردم کار میکردید، عقاید سلفیگری رو بهشون میگفتید، اینا به جای ارتباط نداشتن، آخرین روز که خوب سلفیشون کردی میگی حالا یه چیزی هم بهت بگم خجالت میکشم، ولی خدای ما دست داره، پا داره، چش داره، گوش داره، همین رو داره. بعدش هم زود در میرفتین که خیلی متوجه این حرف شما نشن. اصلا توی یکی از مساجدشون پرسیدش که خدا دست داره، با خجالت بله خدای ما دست داره، ولی نه مثل دست بقیه. با خجالت چرا میگی؟ چون خدا دست داره، پا داره، عورت هم نداره، ریش هم نداره، مو فرفری هم هستش، همین رو بگو دیگه. اینا مطالبی است که در کتابای خودشون اومده که من قبلا نشون دادم. بر صورت این بود کلیپ ایشون.